میدونستیم باخ 20 تا بچه داشته؟ میدونستید که تو تمام آهنگایی که ساخته یه امضای مخفی که اسم خودش بود در داخل اون قرار داده؟ و میدونستید که آخر عمرش نابینا شده و میگن که توطئه‌ای بوده علیهش توسط پزشکی که چشم اونو عمل کرده؟ پس آخر این ویدیو با من همراه باشید. من نگار هستم و خیلی خوش اومدید به پیج من. امروز میخوام درباره یوهان سباستیان باخ صحبت کنم، نوازنده آلمانی بسیار 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 مشهور که همه میشناسیمش، مربوط به دوره باروک و فرزندانش بودن که در دوره گذار دوره باروک به کلاسیک سبک‌ها رو ادامه دادن. یوهان سباستیان باخ در 9 سالگی یتیم میشه و در خونه عموش زندگی میکنه و بعدش در 15 سالگی به یه شهر دیگه میره برای اینکه اونجا درس بخونه و همینطور اینکه هرچی سنش میره بالاتر خب ارتباطش با موسیقی هم بیشتر میشه و در یک کلیسا شروع به کار میکنه. در 18 سالگی میشه ارگنواز یک کلیسا. اونجا خیلی مشکل داشت پیش میاد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه باخ خیلی سبک ویژه و خاصی داشته. آهنگاش بسیار 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 پیچیده بودن که هیچ کی متوجه نمی شده، برای همین زیاد طرفدار نداشته و اونجا صاحبای کلیسا دستش ناراضی بودن به خاطر آهنگاش. و شما فکر کنید آهنگایی که هنوز پژوهشگر درمانش دارن تحقیق میکنه که چطور ساخته شده، بر اساس چه قوانین ریاضی ساخته شده، در اون زمان کاملا دوست نداشتنی بوده. میگن در اون سالها، در سال 18 سالگیش که تو کلیسا کار میکرده، یک رفت آمده مشکوکی داشته با دختری به نام باربارا که دختر عموش بوده و جریانی بوده که باخ در آهنگاش از این دختر کمک میگرفته و اون دختر آواز رو میخونده و این جریان شده که پشت سرشون حرف در آوردن و کلی حرف حدیث و دیگه باخ در 23 سالگی با باربارا ازدواج میکنه. تا بچه بوده باخ 20 تا بچه داشته، 20 تا که خیلی هاشون فوت کردن اما چند تا پسرش زنده موندن و به دوران بزرگسالی رسیدن. یوهان سباستیان باخ که به نام باخ میشناسیمش اصلا معروف نبوده و 80 سال بعد از فوتش آثارش کشف شده. در زمان خودش اصلا مشهور نبوده و وضع مالیش هم بسته به شغلی که داشته بود. در نهایت شخصی به نام مندلسون 80 سال بعد از فوت باخ یکی از آثار باخ رو اجرا میکنه در برلین. از اونجا به بعد تمام توجه ها میره به سمت باخ، طوری که تا همین الان آهنگ های باخ قطعاتش یکی از مهمترین اتودها و قطعاتی که موسیقیدانای جدی و خفن و حرفه‌ای دنبالش میکنه.